باشید. خیلی مخلصیم. قربونه. امنیت منطقه که مجموعه مردم این مناطق از این سو خواهند برد با کشورها روابط خودمون رو تنظیم میکنیم، ولی الزاماً جلو رو باز هم ادامه بدیم و کمک بکنیم به روند آستانه. متشکل هست از 3 کشور: ایران، ترکیه و روسیه، و برای ورود عضو جدید یک اجماع نیاز هست که کشور دیگری به این روند بتواند بپیوندد. اما از سوی دیگر 3 کشور اعتقاد دارند که اگر کشور دیگری بخواهد به این روند اضافه شود، میتواند حاصل و دستاوردهای فعلی روند آستانه رو با کندی مواجه بکنه. لذا در واقع منجر بشه کشوری که بداهل است، تعهدات خودش پایدار نیست. همکاری در روند آستانه هست که تنها روندی است که توانسته به صورت موفقیت‌آمیز، به صورت نسبی کار خودش رو ادامه بده و این همکاری‌ها انشاءالله ادامه پیدا خواهند کرد و این نشست‌ها، تماس‌ها و گفتگوهایی که بین مقامات 3 کشور در سطوح مختلف، حتی از کارشناسی و وزارت خارجه کشور، آنچه که در این گفتگوها صورت گرفته صحبتی نمی‌کنم، ولی قطعاً نادرست، کذب و احتمالاً هدایت شده از دیروز یا پریروز رودی جوردانی از شورای نزدیک اطلاعات در جمع اعضای سازمان مجاهدین در واقع توانسته بسیاری از مشکلات و موانع رو برطرف بکنه و برخی از دیدگاه‌ها رو به هم نزدیک بکنه، ولی تکرار می‌کنم که امر اجرایی شدن تنظیم سند جامع همکاری‌ها میان 2 کشور که به هر حال هیچ معاهده یا پیمان و توافقی با ایالات متحده آمریکا در واقع به تفاهم برسه و مطمئن باشه که فکر می‌کنم انتخابات در هر جا که برگزار میشه نشانه خوبی است. بله، این نوع انتخابات در ترکیه حالا با یک در واقع انتخابات زودرس در واقع در نوع خودش جدید هست. من امیدوار هستم که این انتخابات بتواند به ارتقاء جایگاه ترکیه، توانمندی بیشتر این کشور به عنوان کشور دوست و همسایه ایران و کشوری که بتواند در مسیر صلح، ثبات و امنیت در منطقه و کمک به توسعه اقتصادی هرچه بیشتر در مجموعه منطقه و در همکاری با جمهوری اسلامی ایران بتواند کار بکنه، موفق باشه و برای این انتخابات و مردم خوب ترکیه و دولت دوست ترکیه من آرزوی موفقیت میکنم.